گرچه از عید سعید فطر یک هفته گذشته است، اما اینجا مردم در لندن جشن عید را برگزار کردند. این برنامه از طرف شاروار لندن برای مسلمانان لندن برگزار شده است. اینجا مردم از کشورهای مختلف آمدند تا با فرهنگ‌های یکدیگر آشنا شوند. لباس مفروشند، زیورالات مفروشند، غذاهای کشور یکدیگر را مزه میکنند و میبینند چه قسم غذاها دارند. قسمی که میبینین مردم حنا میکنه، کتاب مفروشند، نمازخانه بر آقایان است، نمازخانه بر خانم‌ها است. مردم زیادترشان از جاهای دور لندن آمدن اینجا تا ببینن فرهنگ‌های مختلف یکدیگر، غذاهای یکدیگر. مردم آمدن بزنس‌های خود نشان میدن، فرهنگ‌های خود نشان میدن، خینه میکنن، لباس مفروشن، نمازخانه برای آقایان است. کشورهای مختلف فرهنگ‌های مختلف خود آوردن. به اطفال خود نشان میدن که چه قسم فرهنگ دارن و کلچرهای دیگر کشورها چه قسم هستند. بر اطفال رسامی گذاشتن که اگر کسی بیای رسامی کنه. البته امنیت هم گرفته شده و تلاشی جریان داره. مردم بدون تلاشی داخل شده نمیتونن. سکیوریتی چارد اطراف این جشن استاده است تا از امنیت مردم با خبر باشه. موسیقی هم جریان داره، غذاها هم هست. مردم خوش میگذرانن، از فرهنگ‌های مختلف لذت میبرن، دیدار میکنن با یکی دیگر. چون عید در بین هفته برگزار میشه، مردم آخر هفته زیادتر در کشورها عید تجلیل میکنن، غذاهای یکدیگر را تست میکنن، موسیقی هم میبینن، برنامه‌های جالب هم دارن، در استیج اجرا میکنن. هزارها نفر از 4 بغل لندن آمدن تا عید تجلیل کنن. البته تنها ما افغان‌ها یا دیگر کشورهای اسلامی هم نیست. ما متوجه شدیم که از کشورهای خارجی هم نفرها هستن آمدن و میبینن و فرهنگ‌ها را لذت میبرن. مسلمان نیستن اما آمدن که ببینن که چه قسم مسلمان ها از عید خود لذت میبرن و جشن میگیرن.